خب امروز می‌خوایم یه لحظه واقعاً حساس تو دیپلماسی دوره ترامپ رو با هم بررسی کنیم. یعنی سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن. این سفر یه حرکت خیلی پر ریسک بود. انگار می‌خواستن کل قواعد بازی با ایران رو از اول بنویسن. ببینید این دیدار فقط سر برجام و توافق هسته‌ای اون موقع نبود، نه. هدف خیلی بزرگتر بود. می‌خواستن کلاً زمین بازی رو عوض کنن. اهمیت این دیدار رو در رو و فوری رو اصلاً نمیشه دست کم گرفت. این یه مذاکره معمولی و روتین نبود. یادتون باشه که دولت ترامپ داشت به طور جدی استراتژی آمریکا در قبال ایران رو بازنگری میکرد و هر صحبتی توی واشنگتن میتونست ورق رو به سمت دیپلماسی یا یه درگیری جدی برگردونه. خیلی خوب. بیایید این موضوع رو باز کنیم. سوال اصلی اینه واقعاً چرا نخست وزیر اسرائیل پا شد رفت واشنگتن برای چیزی که شبکه خبری کان بهش گفت سفر برق‌آسا. همین عجله‌ای بودن سفر نشون میده که از نظر اسرائیل وقت داشت از دست میرفت و موضوع بی نهایت مهم بود. برای اینکه این سفر رو درک کنیم، اول باید بریم سراغ دیدگاه اسرائیل و خط قرمزشون. ببینید، برای استراتژیست‌های اسرائیلی تهدید ایران خیلی فراتر از صرفاً برنامه هسته‌ایه. موضوع اصلی توانایی ایران برای نشون دادن قدرتش تو کل منطقه است. اینو دقیقاً حرفای خود نتانیاهو قبل از سفره. هدف رسمیش رو خیلی واضح اعلام کرد: ارائه کردن اصولی برای یه معامله بهتر. این بیانیه یه جورایی چارچوب دیپلماتیک و عمومی سفرش رو مشخص می‌کرد، ولی جزئیات استراتژیک اصلی یه لایه عمیق‌تر پنهان بود. و اینجاست که دقیقاً میرسیم به اصل ماجرا. یه طرف چیزیه که بهش میگن توافق محدود. یعنی چی؟ یعنی فقط و فقط تمرکز کنیم روی برنامه هسته‌ای ایران. یه چیزی شبیه همون چارچوب برجام. اما اون طرف قضیه یه توافق گسترده هست که اسرائیل روش پافشاری میکرد و برنامه موشک‌های بالستیک رو هم شامل میشد. این تفاوت دقیقاً قلب تمام تلاش‌های دیپلماتیک اسرائیل بود. پس استدلال‌های اصلی اسرائیل طبق گزارش‌ها دور این سه تا محور میچرخید. از دیدگاه امنیتی اسرائیل این سه تا نکته کاملاً به هم وصلن. ایرانی که توانایی موشکی بالستیک داشته باشه، حتی بدون سلاح هسته‌ای فوری میتونه توازن قدرت منطقه رو اساساً به هم بزنه و به باور اونها هر توافقی باید به این واقعیت توجه کنه. حالا بیایید بریم اون سمت ماجرا، یعنی محاسبات آمریکا. آیا واشنگتن فقط دنبال یه توافق بود یا گزینه‌های دیگه‌ای هم روی میز داشت؟ خب، به طور رسمی روایتی که نتانیاهو با خودش به واشنگتن برد کاملا دیپلماتیک بود. هدف اعلام شده همکاری برای ساختن یه توافق بهتر بود. توافقی که نگرانی‌های امنیتی اسرائیل رو خیلی کاملتر از چارچوب موجود پوشش بده. اما پشت این لبخندهای دیپلماتیک یه تنش کاملا محسوسی وجود داشت. گزارش‌هایی که از واشنگتن میومد نشون میداد که بعضی از مقامات آمریکایی مشکوک بودن که شاید یه برنامه دیگه‌ای پشت پرده هست. سوالی که یواشکی از هم میپرسیدن این بود: نکنه هدف اصلی این سفر اینه که ترامپ رو هل بدن به سمت گزینه نظامی علیه ایران؟ میدونید همین نگرانی خودش نشون دهنده اون بی‌اعتمادی عمیقی بود که بعضی وقتا تو مشاوره‌های این دوتا متحد دیده میشد. و البته ضلع سوم این مثلث ژئوپلیتیکی ایرانه. بیایید این نگاهی هم به دیدگاه تهران بندازیم و ببینیم اونها چطور در برابر چیزی که بهش میگن نفوذ مخرب مقاومت میکنن. واکنش رسمی ایران به این دیدار سریع و خیلی قاطع بود. همونطور که تو این نقل قول از سخنگوی وزارت خارجه ایران میبینید، اونها اسرائیل رو یه طرف مخرب میدونن که به گفته خودشون داره تلاش میکنه هر کانال مذاکره‌ای رو خراب کنه. موضع رسمی تهران رو میشه توی استراتژی دوگانه خلاصه کرد. از یه طرف یه جورایی دعوت به دیپلماسیه. از آمریکا میخوان که مستقل تصمیم بگیره، اسرائیل رو به خرابکاری متهم میکنن و میگن هدف ما یه توافق برای رفع تحریم هاست. از طرف دیگه یه هشدار خیلی محکم میدن، هر تجاوزی با پاسخ شدید روبرو میشه. بسیار خوب. بعد از اینکه این سه تا دیدگاه متفاوت و اغلب متضاد رو بررسی کردیم، حالا باید حواسمون به چی باشه؟ چه نشانه‌هایی به ما میگن که اوضاع داره به کدوم سمت میره؟ این جدول تضاد اصلی منافع رو خیلی خوب نشون میده.
برای اسرائیل اولویت اینه که هر توافقی رو گسترش بده تا موشاکا رو هم شامل بشه، چون این نگرانی اصلیشونه. برای آمریکا هدف مذاکره است، ولی دامنه توافق و فشاری که از طرف متحدانشون میاد دست و پاشون رو بسته. و برای ایران هم اولویت اقتصادی یعنی رفع تحریم‌ها با چیزی که مداخله اسرائیل میدونن تهدید میشه. و در نهایت سوال اساسی سر جاش باقی میمونه. این دیدارهای سطح بالا آیا به یه دیپلماسی گسترده‌تر منجر میشه یا به یه فروپاشی کامل؟ جواب این سوال میتونه معماری امنیتی خاورمیانه رو از نو تعریف کنه. چیزی که از این به بعد باید زیر نظر داشت اینه که آیا این فشار دیپلماتیک به مذاکرات بر سر یه توافق جامع‌تر ختم میشه یا برعکس مواضع رو سرسخت‌تر میکنه و راه رو برای درگیری بیشتر باز میکنه. این نشون میده که نتیجه همین یک سفر وقتی به گذشته نگاه کنیم ممکنه همون لحظه‌ای باشه که یکی از این دو مسیر انتخاب شد.